در سال 2014 پلیس نیویورک وارد آپارتمانی شد که بوی تعفن همسایه‌ها رو به وحشت انداخته بود. داخل جسد دختر جوان روی صندلی نشسته بود، در حالی که چشمانش به تلویزیونی روشن خیره مونده بود و لب‌هایش به زور با سوزن به هم دوخته شده بودند. روی دیوار فقط یک جمله با خون نوشته شده بود: او لبخند دوست داشت اما صدا نه. پلیس در بررسی ویدیوهای امنیتی ساختمان هیچ کس رو در رفت آمد ندید، اما در یکی از شب‌ها دقیقاً ساعت 3:41 بامداد تلویزیون به تنهایی روشن شد و در انعکاس شیشه صفحه سایه مردی ایستاده بود، بی چهره، با کت چرمی و یک چاقوی کوچک در دست. تحقیقات نشون داد قربانی در شبکه اجتماعی با کسی چت می‌کرد که هیچ وقت هویتش مشخص نشد. اسم کاربریش فقط یک حرف بود: ال. بعدها پلیس 3 جسد دیگه در آپارتمان‌های جداگانه پیدا کرد، با لب‌های دوخته شده، تلویزیون روشن و همون جمله روی دیوار. پرونده هنوز بازه و آخرین کسی که با ال چت کرده بود 2 شب پیش ناپدید شد.